چطور زنی جوان سلطنت رو تغییر داد و پادشاهان صفوی رو مثل مهره‌های شطرنج جابجا کرد. داستان امروز درباره پریخان خانوم بانوی سیاستمدار صفوی است. پریخان خانوم در سال 1548 میلادی در دل خاندان صفوی به دنیا اومد. دختری که خیلی زود نشون داد شبیه هیچ یک از زنهای دربار نیست. از همون کودکی هوش و جسارتش زبان زد شد. شاه طهماسپ پدرش حتی به او اجازه میداد در تصمیم‌های مهم نظر بده، چیزی که برای دختران دربار در اون دوران تقریباً غیر ممکن بود. برخلاف زنان حرمسرا که معمولاً دور از سیاست نگه داشته می شدن، پریخان خانوم با بزرگان قزلباش، سرداران و حتی سفرای خارجی رابطه برقرار می کرد. کم کم لقب بانوی سیاستمدار حرمسرا به او داده شد. زنی که قدرتش فقط به زیبایی یا موقعیت خانوادگی محدود نمیشد، بلکه ذهن استراتژیکش همه رو تحت تأثیر قرار میداد. در سال 1576 وقتی شاه طهماسپ درگذشت، مسئله جانشینی سلطنت همه چیز رو به هم ریخت. چندین شاهزاده ادعای تاج و تخت داشتن. یکی از اونها حیدر میرزا بود، اما پریخان خانم با حمایت قزلباش‌ها و نفوذی که داشت شرایط رو طوری تغییر داد که برادر دیگرش اسماعیل میرزا شاه بشه. بعضی منابع حتی میگن او در قتل حیدر میرزا نقش داشت. درست یا غلط، همه میدونستند که بدون نقشه‌های پریخان خانم اسماعیل دوم هرگز به سلطنت نمیرسید. بعد از نشستن اسماعیل دوم بر تخت، او متوجه شد که خواهرش تقریباً همه چیز رو کنترل میکنه. همین باعث شد اسماعیل از قدرت گرفتنش بترسه و او رو محدود کنه. پریخان خانم در نوعی حصار خانگی قرار گرفت، اما حتی از همونجا هم دست از سیاست نکشید و همچنان در دربار تأثیر میگذاشت. در سال 1578 اسماعیل دوم به طور مشکوکی مرد. بعضی ها گفتند پریخان خانم در مرگش نقش داشته. بعد از اون محمد خداونده به سلطنت رسید. این بار پریخان خانم فکر میکرد دوباره همه چیز به دستش برمیگرده، اما همسر محمد خداونده خیرالنسا بیگم به رقیب جدی او تبدیل شد. چند ماه بعد به دستور دربار پریخان خانم خفه شد و زندگی پرماجرای اون به شکلی تلخ پایان یافت. پریخان خانم زنی بود که در زمانه‌ای مردانه قدرتی یافت که کمتر کسی انتظارش رو داشت. بعضی ها او رو جاه طلب و بیرحم میدونن، بعضی ها هم نابغه سیاسی. حالا نوبت توه. به نظرت اون یک زن جاه طلب بود یا نابغه‌ای که تاریخ نادیده گرفت؟ نظرت رو برام توی کامنت ها بنویس، چون دیدگاهت میتونه گفتگوی جالبی رو بسازه. و اگه از این روایت لذت بردی، خوشحال میشم شنونده قصه های بعدی هم باشی.